خدای رمضان خدای روز ایدم هست، خدای بعد از ایدم هست. خدا همان خداست، الله متعال تغییر نمیکنه. این روزهاست که برای ما تغییر میکنه. الله متعال همان چیزایی رو که در رمضان بر ما حرام قرار داده در غیر رمضان هم حرام قرار داده. فسق، فجور، فحشا، نگاه به منکرات و اعمال مخالف دین در رمضان هم ممنوع است، در خارج از رمضان هم ممنوع است. در رمضان ممنوعیتش سخت‌تر است به خاطر شرف زمان و بعضی اوقات بعضی از عبادت‌ها به خاطر شرف زمان و مکان شدیدتر میشه. بعضی از اعمال پایبندی بر روی اون بیشتر میشه. یعنی حرام، مثلا در ماهای حرام میبینیم که صید کردن، خیلی از اعمالی که مباح هست ممنوع قرار داده میشه. به خاطر احترام چی است؟ احترام زمان و مکان معینی. در مسئله زمان ماه رمضان، در مسئله مکان بلد الحرام. اما الله سبحانه و تعالی پروردگار همه زمانها و مکان هاست. یعنی اینکه جرم در رمضان و خارج از رمضان جزای او، سزای او فرق نمیکنه. پس بیاییم رمضان خودمان را به خاطر چند لحظه خوشگذرانی، به خاطر چند لحظه شهوت نابود نکنیم. دین ما دین این نیست که شما خلاص روز ایدم ابوسن قمطری را گوشه خونه بشین و خلاص. نه، شادی بکن، بگرد، دید و بازدید، شوخی بکن، مزاح بکن، بازی های مباح را انجام بده، به گردش برو، سیاحت برو، اما منکرات را انجام نده که الله سبحانه و تعالی نشه که به خاطر این منکرات تو اون زحماتی که کشیدی رو چیکار بکنه؟ نابود بکنه.